سلام به دانش آموزای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد انتخاب طبیعی باهاتون صحبت کنم. خب قبل از اینکه بفهمی انتخاب طبیعی چی هست، باید با مفهوم جمعیت آشنا بشیم. جمعیت مجموعه افرادی هستند که متعلق به یک گونه هستند، در یک زمان معین، در یک مکان زندگی میکنن. پس برای اینکه افراد یک جمعیت رو تشکیل بدن، اولا باید متعلق به یک گونه باشن، دوما باید در یک زمان معین، در یک مکان زندگی کنن. افرادی که متعلق به گونه‌های مختلفن و در یک مکان زندگی میکنن، اینا نمیتونن جمعیت رو تشکیل بدن. مثلا یه گله رو در نظر بگیرین که از گوسفند و بز تشکیل شده. گوسفند و بز مربوط هستن به دو تا گونه مختلف. پس این گله نمیتونه یک جمعیت رو تشکیل بده، چون افرادش متعلق به یک گونه نیستن. دو تا جمعیت رو میتونه داشته باشه. مورد دوم گفتیم باید در یک زمان معین در یک مکان زندگی کنن. مثلا مرغی که توی ایران هست با مرغی که توی فرانسه هست، اینا نمیتونن یک جمعیت رو تشکیل بدن، چون درسته که متعلق به یک گونه‌ان، اما در یک زمان معین در یک مکان زندگی نمیکنن. یکی توی فرانسه زندگی میکنه، یکی توی ایران زندگی میکنه. برای اینکه یک گونه رو تشکیل بدن، علاوه برای اینکه یک جمعیت رو تشکیل بدن، علاوه بر اینکه متعلق به یک گونه باشن، باید در یک مکان هم زندگی کنن. جمعیت میتونه با گذشت زمان تغییر کنه. مثلا فرض کنید که افراد یک جمعیت بیان رفته رفته قد بلندتر بشن و هی نسل به نسل به اندازه قدشون اضافه بشه. در این صورت در نهایت جمعیتی به وجود میاد که تو اون جمعیت تعداد افراد قد بلند زیاده. یا مثلا یه در زمانهای قدیم جمعیت زرافا به این شکل بوده که یه تعداد از زرافه‌ها گردنشون کوتاه بوده، یه تعداد از زرافه‌ها گردنشون بلند بوده. زرافه‌های گردن کوتاه از برگ‌های پایینی درختان تغذیه می‌کردن، زرافه‌های گردن بلندم از برگ‌های بالای درختان تغذیه می‌کردن. چرا زرافه‌های گردن کوتاه گردنشون کوتاه شده؟ چون ژن مربوط به کوتاهی گردن رو داشتن. چرا زرافه‌های گردن بلند گردنشون بلند بوده؟ چون ژن مربوط به بلندی گردن رو داشتن. خب بعد از یه مدتی برگ‌های پایینی درختان توسط زرافه‌های گردن کوتاه خورده شدن و دیگه قسمت‌های پایینی درختان برگی نداشت که زرافه گردن کوتاه ازشون تغذیه کنن. برای همینم زرافه‌های گردن کوتاه با بحران کمبود غذا روبرو شدن. اما قسمت‌های بالای درختان همچنان برگ داشت و زرافه‌های گردن بلند ازشون تغذیه می‌کردن. برای همینم اونا زنده می‌موندن، تولید مثل می‌کردن، ژن‌هاشون رو هم به نسل بعد منتقل می‌کردن. زرافه‌های گردن کوتاه چون با بحران غذا روبرو بودن، کم کم قبل از اینکه به سن تولید مثل برسن از بین میرفتن. برای همینم هست که بعد از یه مدتی تعداد زرافه‌های گردن بلند توی جمعیت زیاد شد، که تو زیست شناسی ما اینو به این شکل میگیم فراوانی زرافه‌های گردن بلند توی جمعیت زیاد شد و در نهایت جمعیتی به وجود اومد که شد فقط شامل زرافه‌های گردن بلند. به این فرایند میگیم انتخاب طبیعی. انتخاب طبیعی فرایندی هست که توی اون افراد سازگار با محیط انتخاب میشن و چون اینا شانس بیشتری برای زنده ماندن و تولید مثل دارن، بیشتر از بقیه افراد جمعیت میتونن ژنهاشون رو به نسل بعد منتقل کنن. برای همین هم هست که تعداد این افراد تو جمعیت زیاد میشه، یا گفتم درستش اینه که بگیم فراوانی این افراد تو جمعیت زیاد میشه. به این افراد هم میگن افراد سازگار با محیط. پس توی انتخاب طبیعی فراوانی افراد سازگار با محیط توی جمعیت زیاد میشه. برای اینکه انتخاب طبیعی بتونه انتخاب کنه، باید تو اون جمعیت افراد متنوعی وجود داشته باشه. جمعیت زرافه‌ها رو در نظر بگیرین. اگه تو این جمعیت زرافه‌ها تنوعی وجود نداشت، همشون فقط گردن کوتاه بودن، وقتی با بحران غذا روبرو می‌شدن، همشون کم کم از بین می‌رفتن. جمعیت زرافه‌ها منقرض می‌شد. چون توی جمعیت تنوع وجود داشت، زرافه گردن بلندم بود، برای همینم زرافه‌ها منقرض نشدن، زنده موندن. در واقع تنوع باعث میشه که بقای جمعیت توان بقای جمعیت افزایش پیدا کنه. هرچی توی یک جمعیت تنوع بیشتر باشه، احتمال وجود افراد سازگار با شرایط محیطی جدید هم بیشتر میشه. یعنی اینکه باعث میشه توان بقای جمعیت یا گونه زیاد بشه. وجود تفاوت‌های فردی باعث میشه که جمعیت فرصت و شانس تغییر در گذر زمان رو داشته باشه. یعنی که انتخاب طبیعی بتونه روش اثر بذاره و اگه شرایط محیطی هم تغییر کرد،
توان بقای جمعیت و پایداری اون جمعیت افزایش پیدا میکنه. چرا وقتی تو جمعیتی تفاوت‌های فردی وجود داشته باشه، اگه شرایط محیطی تغییر کنه توان بقای جمعیت بیشتر میشه؟ به خاطر اینکه احتمال اینکه فردی سازگار باشه با شرایط محیطی جدید تو جمعیت وجود داره، برای همین هم هست که توان بقای جمعیت زیاد میشه، جمعیت منقرض نمیشه. خب معیار این که معیار این که تعیین کنه کدوم صفات با فراوانی بیشتر به نسل بعد منتقل بشن محیط هست. یعنی محیط هست که تعیین میکنه کدوم صفت با فراوانی بیشتری منتقل بشه به نسل بعد. خوب و بد بودن صفت نسبیه، با توجه به شرایط محیط تعیین میشه. ممکنه یه صفت در یک زمانی از با اون شرایط محیطی سازگار باشه و صفت خوب محسوب بشه، حالا همین که شرایط محیطی تغییر کرد اون صفت بد محسوب بشه. مثلا یه جمعیت رو در نظر بگیرین که تو اون جمعیت یه تعداد از افراد به سرما مقاومن، نسبت به سرما تحمل بالایی دارن، یه تعداد از افراد نسبت به سرما تحمل کمی دارن. حالا اگه شرایط محیطی تغییر کنه و هوا کم کم سرد بشه، افرادی که تحملشون نسبت به سرما کم هست اینا کم کم از بین میرن. اما اون افرادی که تحملشون نسبت به سرما زیاد هست اینا زنده میمونن، تولید مثل میکنن و ژن‌هاشون رو هم منتقل میکنن به نسل بعد. حالا اگه همچنان هوا سردتر بشه، طی نسل‌های متوالی فراوانی افراد که تحملشون نسبت به سرما زیاد هست توی جمعیت افزایش پیدا میکنه. این یعنی تغییر جمعیت در اثر تغییر شرایط محیطی. تا اینجا صفت بهتر همون تحمل نسبت به سرما بود. حالا اگه شرایط تغییر کنه، برعکس بشه، هوا رفته رفته گرمتر بشه، افرادی که تحملشون نسبت به گرما کم هست اینا کم کم از بین میرن، افرادی که تحملشون نسبت به گرما زیاد هست اینا زنده میمونن و طی نسل‌های متوالی فراوانیشون تو جمعیت افزایش پیدا میکنه. که در اینجا هم باز جمعیت تغییر کرده به خاطر تغییر شرایط محیط. توی حالت اول تحمل سرما بود یه صفت خوب، وقتی شرایط محیطی تغییر کرد تحمل گرما شد یه صفت خوب. برای همینم هست که هیچ وقت یه صفت همیشه خوب یا بد نیسته، میتونه تغییر کنه. اگه ممکنه مثلا یه صفت خوب باشه، همین که شرایط محیطی تغییر کرد اون صفت یه صفت بد محسوب بشه. توی زیست شناسی به جای که ما بیایم از صفت بهتر یا از صفت بدتر استفاده کنیم، به جاش از اصطلاح صفت سازگارتر با محیط استفاده می‌کنیم، چون که بهتر بودن یا بدتر بودن نسبیه و با توجه به شرایط محیطی داره تعیین میشه. خب انتخاب طبیعی هیچ وقت فرد رو تغییر نمیده، نتیجهش توی جمعیت دیده میشه، یعنی باعث تغییر جمعیت تو گذر زمان میشه. گفتم انتخاب طبیعی فرد رو تغییر نمیده، منظورم اینه که انتخاب طبیعی باعث نمیشه که زرافه‌ای که گردنش کوتاهه حالا گردنش بشه بلند، یا مثلا فردی که تحملش نسبت به سرما کمه حالا تحملش نسبت به سرما زیاد بشه. چون که ما میدونیم کوتاه بودن گردن یا تحمل کم نسبت به سرما اینا یه صفتن توسط ژن‌ها تعیین میشن. زرافه‌ای که گردنش کوتاهه ژن مربوط به کوتاه گردن رو داره، فردی که تحملش نسبت به سرما کمه ژن مربوط به این رو داره. پس انتخاب طبیعی باعث نمیشه که این فرد تغییر کنه، جمعیت رو تغییر میده. چجوری جمعیت رو تغییر میده؟ باعث میشه که افراد سازگار انتخاب بشن، افراد ناسازگار حذف بشن. پس افراد سازگار میتونن ژن‌های بیشتری رو به نسل بعد منتقل کنن. برای همین هم هست که فراوانی افراد سازگار توی جمعیت افزایش پیدا میکنه. انتخاب طبیعی هیچ وقت ایجاد کننده صفات جدید نیست، یعنی ایجاد کننده ژن‌های جدید نیست، فقط اون صفاتی که ایجاد شدن رو اگه با محیط سازگار باشن انتخاب میکنه. خب یه مثال دیگه ای که از انتخاب طبیعی میتونیم بگیم مربوط هست به جمعیت باکتری ها. در گذشته وقتی که آنتیبیوتیک کشف شد، دانشمندان همه شروع کردن به استفاده از آنتیبیوتیک یا پادزیست. بعد از مدتی دانشمندان متوجه شدن که یه سری جمعیت باکتری های مقاوم به آنتیبیوتیک در حال افزایش هسته. میخوایم ببینیم چه اتفاقی افتاده که تعداد در واقع باکتری های مقاوم به آنتیبیوتیک داره زیاد میشه. جمعیت یه نوع باکتری رو در نظر بگیرین که تو اون جمعیت یه سری از باکتری ها مقاوم به آنتیبیوتیکن، یه سری از باکتری ها غیر مقاوم به آنتیبیوتیک هستن.
و تعداد باکتری‌های غیر مقاوم نسبت به باکتری‌های مقاوم خیلی خیلی بیشتره. برای همین هم هست که میتونید جمعیت رو یه جمعیت غیر مقاوم به آنتیبیوتیک در نظر بگیرید. حالا فرض کنید که شرایط محیطی تغییر کنه و آنتیبیوتیک وارد اون محیط بشه. وقتی آنتیبیوتیک وارد محیط بشه، باکتری‌های غیر مقاوم از بین میرن چون اصلا مقاوم نیستن به آنتیبیوتیک. باکتری‌های مقاوم زنده میمونن چون مقاومن به آنتیبیوتیک. آنتیبیوتیک نمیتونه باکتری رو از بین ببره. وقتی باکتری‌های مقاوم زنده موندن، حالا تولید مثل میکنن، ژن‌هاشون رو منتقل میکنن به نسل بعد، پس تعدادشون هم توی جمعیت افزایش پیدا میکنه. یعنی فراوانیشون تو جمعیت افزایش پیدا میکنه. همونجور که میبینید جمعیت باکتری‌ها از باکتری‌های غیر مقاوم تبدیل شده به باکتری‌های مقاوم که این یه مثالی هست از انتخاب طبیعی و توی مثال باکتری‌های غیر مقاوم افراد ناسازگار بودند، باکتری‌های مقاوم افراد سازگار با شرایط محیطی جدید بودند. خب این شد از انتخاب طبیعی. روز خوبی داشته باشید. میبینمتون. خدا نگهدار.